رحم نیایی. خب خانم مختارزاده چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق روزای سختی بود. از سال 91-2 شروع شد مشکلات زندگی. بعد این مشکلات هی بیشتر شد، بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا سال 95 96 این حدودا. چه نوع مشکلاتی؟ مشکلات زیاد بود، همه جور، همه چی. یعنی نمیتونم بگم که مثلا یه مشکلی بوده که مثلا همه چی. میتونم بگم اقتصادی بود، زندگی بود، مرگ عزیزان بود، همه اینا بود. همه اینا درگیری زیادی بر من پیش آورده بود. دیگه اینا کشیده شد تا سال 96 بود. سال 96 فکر میکنم آخرای ماه صفر و ماه آذر، فکر میکنم آخرای آذر ماه بود، به این نقطه رسیده بودم که فقط دائم از صبح تا شب که پا میشدم جنگ و جدال با خدا داشتم. یعنی از صبح که پا میشدم حرفایی میزدم که خیلی ها ممکنه اینا رو یه وقتایی تو زندگیشون گفته باشن. خدایی نشستی اون بالا، داری خدایی تو میکنی، تو عرشتی، دوست داشتی یکی امام بشه، یکی قاتل امام بشه، ماها هیچ کاره ایم، اصلا دنیا بازیته. دائم این حرفا بود. مشکلات مالیم خیلی زیاد شد. بعد تو اون وضعیت ها بود که پولی وارد زندگی من شد. حالا پول نزول توی که بگم، پول نزولی بوده که وارد زندگی من شده بود. مثل یه سری از آدما اون موقع گفتم منم مثل بقیه، اصلا مهم نیست، این همه آدم دارن با این پول زندگی میکنن، هزینه هاشون رو در میارن، خرجشون رو میکنن. اون موقع دیگه کلن چیز شدم، گفتم اصلا مهم نیست و اینا. ولی این پوله که وارد شد اوایل سال 96، آخر 95 تا 96 بود که وارد زندگی من شد. تا زمانی که بره یه جوری زندگی من رو ریخت به هم، یه جوری حس بدی به هم داد، یه جوری همه چی رو خراب کرد که اصلا بعد این حالا همه اینا همه داستانی نیست. اصلیش اینه که من تو اون لحظه ناامید بودم و همش به خدا، مثلا با خدا دعوا میکردم. یه شبی بود که خیلی خیلی به هم فشار اومد از همه طرف و شروع کردم بلند بلند گریه کردن و فریاد زدن سر خدا. بس آخرم گفتم اصلا خودتو نشونم بده، چرا خودتو نشونم نمیدی؟ پس نیستی و وجود نداری، الکیه، دین الکیه، اسلام، قرآن، همه چی الکی. بعد دقیقاً حس ناامیدی خیلی بدی اومد تو دلم. رفتم رو کاناپم دراز کشیدم، دیدم خیلی تشنمه. یعنی حس تشنگی شدیدی قشنگ روی گلوم بود. هی این تشنگی زیاد میشد تا جایی که دیگه داشت از تحملم خارج میشد. تشنگی عادی یا غیر عادی؟ نه یه تشنگی که انگار شروع بشه از یه جایی شروع شد، هی داشت زیاد میشد، هی خیلی داشت زیادتر میشد. میمونه که آدم مغزش فرمان میده، میگه که برو آب بخور. دقیقاً تو همین حال گفتم مثلا اینطوری فرمان گرفتم که باید برم آب بخورم. بلند شدم، به جای اینکه به سمت آشپزخونه برم نگاه کردم، خودم رو دیدم. این دستی که اینطوری بغل کرده بودم یکیش افتاده بود، اینطوری بود. اونی که پایین بود اینجوری. رو به در شدم، در ورودی. من از در ورودی به یه سرعت خیلی زیادی رفتم بیرون. توی محوطه بیرون آپارتمان قرار گرفتم، یعنی توی کوچه. هنوز تشنه؟ این تشنگی به قدری زیاد شد که من حس می کردم
یعنی چیزی که میتونم الان بگم اینه که انگار استخونای بدن من شده بودن هیزم و داشتن از تو منو میسوزوندن. از شدت تشنگی؟ از شدت حرارت و تشنگی و آتشی که بود. که داشت. یعنی به قدری زیاد بود و همینطور زیادتر میشد. زمینی که داغ بود پامو نمیتونستم روش بذارم، به فاصله شاید 20 سانت 10 سانت اینطورا 10-20 سانت پام فاصله داشت از زمین، چون زمین داغ بود. نه اینکه من نتونم بذارم، نه، انگار که باید تو اون فاصله قرار میگرفتم. با اینکه فاصله داشتید ولی داغ بود. گرما هم از بیرون بود، یعنی اون حرارت، اون داغی، جنساشون با هم فرق داشته. آتشی که تو من بود داخلی بود، اون یه چیز دیگه بود. اون یه آتش خیلی زیادی بود که اصلا نمیتونیم مثلا وصفش کنیم، نمیشه گفت. و حرارتی که بیرون بود یه جنس دیگه بود. در واحد که اومدم بیرون تمام محیط همونطوری که هست. مولکول‌های هوا رو می‌دیدم تشکیل شده از قطرات خاک و خون. ذره خاک و ذره خون. خاک و خون. خاک و خون. رنگی که نمیتونم بگم. تمام خیابون و کوچه ها همونطوری. تنها فرقی که کرده بود اون خیابون اصلی که حالا مثلا وقتی از کوچه میام بیرون به بولوار اصلی میرسم، اونور بولوار ساختمونه، تنها فرقش این بود که اونور بولوار به جای اون ساختمون دیوار بتونی بود. وقتی آدم میره تو اون عالم وقتی باشیم اختیاری نیست. نمیتونیم بگیم که خب الان من از این ور میرم یا از اون ور میرم یا اصلا پامو میذارم میشینم. اختیاری نیست. هر چیزی که هست فرمان دستوره. درسته. تو همین لحظات بود از تمام اطراف، از هر طرفی که فکرشو میکنه، که فکر میکنم بیشتر رو 3 تا 4 طرف موجوداتی به سمتم حمله کرد. اندازه هاشون اندازه ساختمون 3 طبقه بود. ترکیبی از گاو و خوک، پوست بدناشون نازک، موی رگ‌ها، استخونا، هر چیزی که اون زیر بود دیده میشد. همه چیشون رو میدیدم. چشماشون سیاهی نداشت، سفید بود. اینا از هر طرف داشتن به سمتم میومدن. هر چیزی که دم دستشون بود پرت میکرد. از هر طرف. و صداهای بدی هم داشتن. دقیقا میدیدم یه سنگ بزرگ بتونی مثلا برداشتن به سمتم انداختن. من میخواستم فرار کنم به سمت همون دیوار. زمین داغ بود، نمیتونستم. گیر کرده بودم نمیدونستم چیکار کنم. تقریبا به دیواره داشتم میرسیدم. تو همون حال ترس بود، خیلی وحشتناک. حتی حرف زدن راجع بهش سیستم عصبی منو میریزه به هم. میریزتم به هم. به سمتم حمله میکردن اونا، میخواستم بگیرنم. فاصله شون از من زیاد و بعید داشتن نزدیکتر میشدن. به هر طریق اینا داشتن نزدیکتر میشدن تا جایی که بین 2 تا جسم یا مانع منو گیر انداختن. دم همون دیواره یه سنگی انگار به سمتم اومد. یه حیوانات دیگه هم بودن که اونا دورتر بودن، چشماشونو فقط میدیدم. چشما سیاهی نداشت، مثل گرگ ولی با دود. فقط چشما رو میدیدم، با پوزه رو و صداشون رو، و میدونستم میخوان بیان ببرنم. خیلی مضطر شده بودم، خیلی میترسیدم. اون لحظه تنها چیزی که به دادم رسید و کمکم کرد یا حسینی بود که گفتم. از همه قلبم گفتم. مثل الان که مثلا وقتی آدم یه جا هستی و ماشین میخواد ترمز بگیره میترسه، اون چیزی که تو قلب آدمه میگه، یکی یا علی میگه، یکی یا خدا میگه، یا ابوالفضل میگه، یکی اصلا یه چیزی تو جون آدمه حک شده رو قلب آدم، اون میاد نجاتمون میده. زمانی که تو اون وضعیت بد بودم، تو اون فشاری که داشت بهم میومد، یا حسینی که گفتم، یه تونلی درست شد، تونل نورانی، و دستی اومد و دستمو گرفت کشید بالا. دست بزرگتر بود، نورانی بود و کشید بالا منو. این تونل
شاید ابعادش زیاد نباشه ولی عمیق بود. تشکیل شده از ذرات ریز، گویهای ریز، میلیون رنگی که ما نمیتونیم اینجا خلقش کنیم. خب من نقاشی بلدم، نمیتونم اون رنگو خلقش کنم. تمام حقیقت زندگی تو اون تونل میدیدی. تمام حقیقت این که کجا بودی، از کجا اومدی، چیا گفتی، الان کجایی، کجا قراره بری. تو همین تونل، تو همین توی که شناور بودم، فضا دوباره عوض شد. دیگه اون نورانیت رفت. همونطوری به شکل خاک و خونی که گفتم شد. صدای شیهه اسبی اومد و یه تیری از کمان زد بیرون. این تیر از سمت چپم حس کردم، اومد از جلوی چشام رد شد و به گلوی یه بچه خورد. این بچه سرش به عقب برگشت، دستاش به عقب برگشت، تمام خونی که ازش اومده بود تو کل اون فضا بود. یک گل برا یه باغبان باقی نماند. تمام عالم، تمام دنیا، تمام ذراتی که اونجا بودن دونه دونه شون میگفتن حلت به فنائه، کلت به فنائه. مستان همین افتاد. من بزرگترین مصیبت دنیا رو دیدم، بزرگترین غم عالم رو دیدم، بزرگترین سختی عالم رو دیدم و دیدم چی تو دنیا از همه چی بدتره. بزرگترین ظلم دنیا رو من دیدم. اتفاقایی که تو زندگی برای من افتاده بود هیچه، اصلا هیچه در برابر اون عظمت، اون مصیبتی که من اونجا درکش کردم. اون تیری که جلوی چشام رد شد، تا پر حیوان روی تیر رو من میدونستم چیه، تا شکل اونو من میدونستم چیه. چرا دسته بچه که برگشت به عقب، تیری که از سمت چپش وارد شد از سمت راست زد بیرون. من همه اینا رو دیدم. همه شو دیدم. من بزرگترین غم عالم رو دیدم. همونجا بود با یه سرعت خیلی زیاد برگشتم.